رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید پروردگار صدا میزنه، حدیث قدسی است، صدا میزنه که ای بنده تا زمانی که تو دعا میکنی، تا زمانی که دستای تو به سمت من دراز است، تا زمانی که تو به من امید داری، بندیم نگران نباش، با هیچ گناه تو از این دنیا نمیبرم. بندیم تا زمانی که تو دعا میکنی، تا زمانی که تو امید داری، یک بار با آواز بلند بگین امید داریم نداریم؟ وقت امید داریم خدا چه فرمود؟ بنده ام تو را میبخشد. این حدیث ترمذی است، حدیث صحیح است. فرمود بنده ام تا زمانی که دست تو به سمت من دراز است، حال داخل ما دعا میکنیم، تا زمانی که امید داری من تو را میبخشم. بعدش چی میگه؟ بنده اگر گناه تو اینقدر زیاد شده که به آسمان رسیده، اگر گناه تو اینقدر زیاد شده که به آسمان رسیده. لایکی